نتواند. وای بر حالت که تنهایی، وای بر حالت که تاریک هستی، وای بر حالت که در ظلمات هستی، وای بر حالت که در چی؟ در زندان و حبس و در چی؟ بندی نفس و غیر هستی. یعنی برای همین سلام قرار دادن. سلام کلمه ای که در بهشت از همه بسیارتر گفته شده. سلام کلمه ای که در دنیا از همه بیشتر گفته شده. از همه بیشتر گفته شده. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله صحابگان کبار کلمه سلام را تا اندازه تاکید کرد که گفت پشتی ستم تا خورده با سلام بدیه به یک دیگر. در درون مسجد ستم دارد مسجد عادتا، عمارت های کلان استوانه دارند، ستم دارند. پشتی ستم تا خورده پرسیدن که سلام تکرارش تا چی اندازه؟ گفت عمارت مجلس ده پشتی ستم گذشته اگر سلام ابتدا اثری نگیره، اثری نو عود کنی بر سلام باز بگرده که این سلام نام حضرت خداوند، نام کردگار، خالق مخلوقات، رازق موجودات و تمام عالم وجود خلق مخلوقات. انا سلام قرار دادن. نیکی ترک شنده یک کراهیت قرار داد. کراهیت آنقدر مشکلاتی نه، لکن سختی و وزمینی هایی که با یک ترک آداب دینی و آداب ایمانی از دست می رود. هزارها حسرت، هزارها پشیمانی، سالهای طولانی غم و غصه، یا که بیماری و درماندگی یا گرفتاری و زندانی شدن. حالا در قصه میاد که در زمان حضرت سلیمان علیه السلام علی نبینا و علیه صلوات الله و تسلیماته و طیباته و رحماته و علی جمیع عباده الصالحین، یا در زمان دیگر پیغمبران علیهم السلام که بیشتر در زمان حضرت سلیمان ملاقات جینیان با انسی ها با آدمیزاد بیشتر بود. برای هم میگه که سلام نمی بود اگر فلان، سلام نمی بود اگر بیسمدان، سلام نمی بود هلاکت میکردم یا دیگر میکردم یا یلا قمت میکردم یا دیگر. این سلام یک آداب دینی، لکن منفعت آن خدا همراه تو. برای غیر خدا در سلامتی نیست، سلام نیست. برای همین وقتی که سلامتی که در ذات اقدس خداوند است، سلام که خود ذات خداوند است، صفات خداوندی سلام، برای همین حضرت خداوند جل جلاله به زبان انبیا و مرسلینش سلام را قرار داد. سلام را قرار داد. حالا سلام خیلی از بین رفته است. سلام میدهی علیک نمیگیرن. پیغمبر صلی الله علیه و آله بودن سلام که دادی اگر جواب ندادن، جواب نگرفتن، شما خودتون جواب سلامتون جواب گویی کنی. یا بعضی بر طایفه های اشخاصی میشناختگی سلام میدهند، یا این و دیگر. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بر تمام خلق مخلوقات خداوند جل جلاله سلام میدادن. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله را در سلام یگان که سبقت کردن نتوانستند، پیش از پیغمبر سلام دادن نتوانستند. از هیبت نبوت و رسالت و نور هدایت که خداوند در قفس سینه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و درون دل پاکشان که به جراحی ملائک مقرب از خون و از حیثه شیطانی پاک و پاکیزه کرده شده بود، در سینه 3 یا 5 سالگی یا بالا یا پایان و چندین بار دیگر. برای همه حضرت خداوند مینتش کرد. برای همه خداوند در قرآن 7 سلام به یک روایت فرستاده و خداوند سلام را بر مؤمنان در دنیا داده، بر مؤمنان سلام داده. در وقتی سفر قیامت به یک روایت حضرت خداوند به هر یک مؤمن سلام میدهد و صاحبان شریعت میگویند که بر کسی که خداوند سلام داد بر بدن او، بر روح و جسد او آتش دوزخ حرام گردیده، یعنی او از عذاب خداوند نجات یافته. برای این حالا بعضی عالما و دانشمندان میگویند که برای استشفا یک کلمه اللهم انت سلام و منک سلام و الیک یرجع السلام، بعضی طولانی تر اللهم انت سلام منک سلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بسلام و ادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا و تعالیت و تکارمت و تعاظمت یا ذل جلال و الاکرام. امی قدر خودش استشفا برای هر درد علت، برای هر چیز. خدایا به حرمت همین دعا، خدایا به حرمت همین 5 یا 7 یا 12 یا نام پاکی تو، نام سلامتی تو ذکر شده که تو مؤمنین را، مؤمنات را، مسلمین را، مسلمات را آیت قرآنی گوش داد و خبر دادی ادخلوها بسلام، داخل بهشت شوید به سلام. دیگر درد نیست، رنج نیست، محنت نیست، شکنجه نیست، زندان نیست، ضرب نیست، لد نیست، حقارت نیست، تحقیر نیست، دیگر چیزی نیست از مشاق دنیا، از مشقت ها و محنت ها و غیر آنها. ادخلوها بسلام، داخل شوید بهشت جاودان را همراه خدا.
یک تفسیر همراه خدا، یک تفسیر داخل شوید بهشت جاودان را از غیر مضرات و تغییرات و تبدیلات در جسد و روحتان. دیگه یگان دیگرگونی نه، درد سر، درد پا، درد دین، درد دل، درد چشم، درد گوش، درد 360 اعضا و پیوند، درد 3000 رگ رشته ای که خداوند به علم حکمتش در جسد انسان مرکب گردانده است و قرار داده است. چیزی از اینها درد علت نداره دیگه. سلامت و ساق سلامت از جمیع غشائش، از جمیع نقائص داخل بهشت جاودان شوید. مهمان سرای خداوند چون مهمان خانه خداست، چون اصلی تمام مخلوقات موجودات بهشتی که هر زمان 24 ساعت شب و روز امارت بهشت دوام داده ایستاده برای هر یکی ما و شما، برای هر یکی ما و شما. انسان از کار خیر قرار کرد، در بهشت قصر باسیشش امارت های بهشتیش قرار کردن. حالا ما یا امارت من، طهارت خانه من، غسل خانه من، دیگر خانه من، مهمان خانه من، حرم خانه من، یک کاری از کارهای دنیا من اگر بماند چقدر ریاضت، هوا خنک شد، باد و باران شد، سردی شد، این من امارت ناپوشانده با کمالات نارسانده. حالا هم که امارت جاودانه ما و شما در بهشت جاودان از کار خیر ماندیم، همون زمان امارت بهشت ما قرار میگیرد. دیگه گشتای نمیچینن، دیگه بالاهای نمیپوشانن. بهشت جایی که درد نیست، علت نیست، کار نیست، عمل نیست، مشقت و محنت نیست. انمون معنا ادخلوها بی سلام، از همه حوائج سلامت ماندید، چون در زیر رضای خدا و در زیر رضا و رحمت خدا در اعمال صالحات و اصل ایمان لا اله الا الله محمد رسول الله دنیا و تمام مشقت و محنت ها و تمام سنجش ها و امتحانات بندگی و عبودیت را پشت سر کردید. داخل شوید بهشت جاودان را و سلام. ما غمی نداریم، بیشتری ما غمی نداریم. باور کنی خی اکن هر یک انسان به قدر قوت و توان و علم و دانش شاید با وجود علم و قدر قیمت و دانشش و کمالات فهم و همتش، لکن با اینجا یاری خداوند در کاره. وقتها چقدر از مردم ها از گوش من از برادر شنیدم پرسید، از دانشمند دنیوی پرسیدشون از همه قیمتترین چیز چی؟ از همه قیمتترین چیز چی؟ یکی این گفته است، یکی وای گفته است، لکن او گفته است نه، وقت، نفس یک نفس میتونه انسان همراه خدا کنه، یک نفس میتونه انسان داخل بهشت جاودان کنه. بین خلق خدا در دنیا نشسته اهل بهشتی است. بین خلق خدا زیست زندگانی، کسب و کار، معیشت دنیا، 6 جانب پست و بالا و شیست نشست، غم و غصه و شادی و خرسندی و خوردن و پوشیدن و آشامیدن غیر آن، لکن بهشت درون بهشت حرکت کرده است، جنبش دارد، درون بهشت جنبش دارد، حرکت دارد. انا السلام، اللهم انت سلام منک سلام. خدایا اللهم سلام تو هستی، خدایا اللهم انت سلام، خدایا تو سلام هستی. غیر تو همه از سلامتی کامله، از سلامتی مطلقه محروم است. غیر تو نه. پیغمبران بیمار بودند، دردمند بودند، ترس داشتند، واهمه داشتند، بیم داشتند. تمام انبیا و مرسلین 25 قصه قرآن گواه و شاهد است. حضرت موسی علیه السلام حالا با پیش فرعون رفته، گفت خدایا من میترسم خدایا. گفت حضرت خداوند گفت چی میخواهی؟ گفت هارون برادر من همراه پیغمبر کرد. در یک کلمه دعاش قبول کرد، گفت هارون برادرت همراه. هارون برادر برای من بازو کن. گفت بازو از زمین را میگن، بازو بگردان. گفت بازوش کردیم، همراهت گردانیدیم. گفت خدایا خون از آنها ذمه من مانده، گفت ما او را بخشیدیم. خدایا گفت من میترسم از آنان که دعوای خون نکنن و صاحب لشکر و صاحب مقام دنیا هستند، وظایف دنیا. گفت که بروی، من همراه شما هستم، همراه حضرت موسی و هارون. در پیغمبر ما و شما علیه السلام ابوبکر صدیق در این شعر شرف آمدن، در این مقام قرار گرفتن. وقتی که ناراحت شدن که دشمنان دین مبادا بر رسول الله زخمه زرد درد علت شکنجه محنتی برسانند، رسول الله از هر طرف حمایه میکرد در اون غار. حضرت رسول الله دل ابوبکر صدیق آرامش دادن. ان الله معنا، غم بخور، نترس ای ابوبکر، خدا همراه ماست. خدا درون غار بود، خدا همراه ماست. حضرت ابوبکر صدیق در مقام
خدمت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همون حکومت و فرمانی از خدا به حضرت موسی کلیم عمرانی و حضرت هارون آمده بود، همون حکومت آمد. این الله معنا، خدا همراه ماست. و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این مقامات را به همه امتش ارزانی داشت. کسی لا اله الا الله محمد رسول الله گفته است، سیاه است، کبوت است، زرد است، پست است، بلند است، با قوت است، بی قوت است، ضعیف است، مرد است، زن است، جوان است، پیر است، عالم است، دانشمند است، به علم است، هر طایفه امتون باشه لا اله الا الله محمد رسول الله آورد، او در همین مقام من داد مشمی وظیفه را کن مع الله یکن الله معک، همراه خدا باش، خدا همراه تو باشد. فرمان رسول خدا، خبری مخبری صادق، همراه خدا باش، کجای باشه همراه خدا باش، درونی بتخانه، درونی دایره، درونی کنیشته، هر جایی که باشه انسان با وحدت در درون دلش لا اله الا الله محمد رسول الله باشد، او مشرک خانه و بتخانه و دیر و کنیشت او را ضرر زحمت داده نمیتواند، چون چراغ هدایت و نور لا اله الا الله محمد رسول الله در درون قلبی و درون دل او چراغان و فروزان است. لکن بر همه طایفه خلق مخلوقات خوف و خطر است. برای همین خداوند سلام را ابتدا قرار داد، سلام را قرار داد، اگرچند یک آداب دینی است، لکن با یک روایت حتی ایمان انسان را، ایمان و دین انسان و شریعت انسان و اعمال صالحاتی که تا امروز انجام داده است یک سلام حمایش میکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، یا السلام علیکم، یا لفظ حدیث دیگر سلام علیکم، سلام علیک، سلام علیکی. اگر چند علمی صرف یا علمی نحو تقسیمات داده است، یکی را یک، دو را دو، سه را سه، زیاده را زیاد. سلام علیک، سلام علیکما، سلام علیکم، سلام علیکی، سلام علیکما، سلام علیکن. یک زن، دو زن، سه زن زیاده، یک مرد، مرد، سه زن مرد زیاده. لکن حتی ایمان انسان را محافظت شد به سلام بعضی مشایخ شریعت، یک آداب دین، یک آداب خدا و رسول خدا و آداب تمام انبیا و مرسلین، ایمان انسان را در محافظت قرار داده. السلام علیکم و علیکم السلام. خدا همراه که باشد و انسان حتی ایمان شد، یعنی خطر است که اگر سلام ناداده چیزی گویا یا عمل انجام دهد ابتدا با سلام نکرده، خطر است شاید ایمان از دست رود، شاید اعمال صالحات، طاعات، عبادات و بندگی ها از دست بروند. در هر یک کلمات خدا و رسول خدا، در هر یک کلمات آداب رسول خدا که خدا در زیر آیت استعیذ بالله و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدها و دهها و هزارها حکمت ها و نجات ها و سعادت ها و سلامت ها و رضا ها و رحمت های خدا قرار گرفته که برای همه او را فهمیدن، برای همه او را خواندن و دانستن امر انسان کفایه نمیکنه. برای بعض علم میشنوی، بعض علم میخوانی، بعض علم میپرسی، بعض علم میبینی. شنیدن کی بود مانند دیدن. اگر چندی نزد علمای شریعت از گفتار پیغمبر از کردارش فرقی داشتند، بعضی کردار بر قول زیادر ترجیح دادن، بعضی گفتار بر فعلشان، بر فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ترجیح دادن، تقویه دادن. بعضی گفتن فعلشان، کردگیشان، ای گفتگیشان زیادتر و بالاتر بلند مقام. بعضی گفتن گفتگیشان از کردگیشان مقامش بالاتر و بلندتر. برای آن چیزی که کرد برای چی نگفتم و کردگیشه که همین خیلی من بکنه در بعضی چیزا کلا نه، در بعضی چیزا برای آنکه امت ترحم کرد از روی رحمتی که حضرت خداوند 100 پارچه رحمت در 18,000 عالم آفریده باشه، یک پارچه همون رحمت در تمام خلق مخلوقات و 99 پارچه همون رحمت در ذات محمدی صلوات الله و تسلیمات علیه و آله و صحبه تقسیم کرد، در ذات پیغمبر، در ذات حضرت خداوند، در ذات محمدی داد. 99 حصه رحمت در وجود رحمت للعالمین عنایت کرد. نگفت برای چی کرد و نگفت که بکنه، برای آن که گفت اگر میگفتم که بکنه نمیکردن، شاید که گناه، بی‌فرمانی، بی‌طاعتی، سرکشی ظاهر میشید. چون کدامش کرد ثواب و اجر مقام و مرتبه حاصل کرد، کدامش نکرد به زبان که تلفظ نکردم بکسی نداره، این اختیار گذاشتم گویا. بعضی مشایخ اهل حدیث، استادان حدیث همیشه گفتن، بعضیش گفتن که انا سخن گفتگیش ای فعلشون در مقامش بلندتر و بالاتر، برای که وقتی گفت گویا تاکید شده. همچنانه که نماز ویتر گفتیم،
حضرت امام اعظم رحمت الله علیه پرسیدن که این ویتر واجب گفته، شما واجب حکم فرض داره عملا لا اعتقادن، شما دلیل و حجت؟ گفت که مداومت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ما ترکه حضرا ولا سفرا، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نه در سفر و نه در حضر در خانهشان و نه در مسافرت و غربتشان نماز ویتر ترک نکردن علامت و چی شهادتی چی وجوب است. اگر این سنت میبود آداب میبود شاید در سفر ترک میکردن، لکن ترک نکردن، مثل که سنن الهدا سنت های مؤکده را رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ترک کرده بودند. انا برای همین سلام، اللهم انت سلام، خدای تو سلام هستی، سلامت از عیب و نقصان هستی، سلامت از تولد و فرزند داشتن و پدر بودن و مادر بودن و از شریک داشتن و جفت داشتن و مانند داشتن و تشبیه کردن و تمثیل آوردن. خداوند را تمثیل آوردن نمی شود. برای همین قصه های قرآنی و مثل های قرآنی تمثیل ذات خداوندی را نه آورده است، تمثیل دنیا مال و مخلوقات دنیا را آورده است، لکن تمثیل ذات خدا را نیاورده است. یگان مخلوق یگان موجود به خدا تمثیل داده نمی شود، تشبیه داده نمی شود. اللهم انت سلام، خدایا تو سلام هستی، و الیک یرجع السلام، و به سوی تو باز میگردد سلام، سلامتی باز به سوی تو میگردد که همش در فرمان تو، همه سلامتی های از کفر، از نفاق، از معصیت، از گناه، از بی یاد خدا، غفلت، نادانی، جهل، گمراهی، معصیت، همه ناسلامتی ها. جسد ناراحت بودن، 360 پیوند علت داشتن، روحشان ویران بودن، جسدشان ویران بودن، ظاهریات، باطنیات، جسمانیات، روحانیات، یمینیات، روحانیات، یساریات، قلبیات، همه وجود انسان خلق مخلوقات، همه سلامتیش باز به سوی تو بگردد. داروی نیست جز داروی ذات اقدس تو، جز داروی عنایت و یاری تو. یگان دارو و دردمان، یگان چیزی. حضرت موسی علیه السلام از خداوند پرسید خدا درد، علت اینا را کی میدهه؟ در درد علت غم غصه و شکنجه و محنت همه داخل می شود. درد که گفت من میتیم، شفا را کی میتید؟ گفت حضرت خداوند جواب داد در ملاقات موسی عمرانی علیه السلام، گفت شفا را من میتیم. گفت دیگه ای آدما نباشه، طبیب ها، دانشمند ها، دعاخوان ها، دعاگوها، دیگر چیزا، اینا چی خدمت اجرا میکنن؟ گفت اینا بنده های من دلبرداری میکنن. خدا یکه و یگانه خدا هست، خدا تو شفا میتیه، حاجتی تو خدا روا میکنه. اینا دلبرداری میکنن. گفت همش در دست منه. و الیک یرجع السلام، بسوی تو میگرده همه سلامتی های از کفر، از نفاق، از معصیت، از نافرمانی، از دردها، علتها، ظاهری، باطنی، جسمانی، زمینی، آسمانی، دنیوی، اخروی، همش بسوی تو. و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام، حیات ببخش ما را خدایا به سلامتی از کفر و نفاق، به سلامتی از معصیت و نافرمانی و دوری از یاد تو و از رحمتی تو، از رضا و رحمتت. الله حینا ربنا بالسلام، زنده گردان ما را. حضرات انبیا و مرسلین از روی چی؟ مهربانی و رحمت، برای که دعا با اجابت نزدیک شود، چند هزار ساله راه پیش رود، در مابین دعا ربنا آوردن. حینا ربنا نباشه اولی ابتدان در ربنا نه آمده است، در دیم جملش نه آمده است. این ربنا را از روی مهربانی، از روی طریقی حمد ثنا، رب گفتن اسم ذات خداوند است. حینا ربنا، زنده گردان پروردگار، زنده گردان مایان را، پروردگار مایان، مربی مایان، خالق و رازق مایان، ما را زنده گردان بالسلام، با همراهی سلام. ما را زنده گردان همراه خداوندیت، ما را همراه خودت بگردان که تو سلام هستی، یعنی ما را همراه ما بگردان، سلامتی از همه چیزها را. یا آدم گوشش سلامت نیست، یا آدم چشمش سلامت نیست، یا آدم خونش سلامت نیست، یا آدم رگ و پیوندش سلامت نیست، یا آدم پیوند و استخوانش سلامت نیست. 3000 ریشته و رگ در بدن انسان، 360 پیوند و استخوان، از 354 در بعضی حدیثات تا 360 پیوند و استخوان حضرت رسول الله گفت. همه این از همه کمالات نداره، انا پروردگار حینا ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام، خدایا پروردگار را داخل کن مایان را دار السلام را. اینا ببینید ارشاد پیغمبران علیهم السلام، یگان تکیه بر طاعت عبادت و ایمان و اسلام و دین و شریعت نه، این فرض بندگی،
فرائض فرض بندگی، واجبات بندگی، سنن مستحبات دینی و بندگی دانسته مردان خدا انبیا و مرسلین عبادت کردن خدا را. یعنی وقتی دعا کردن یگان چیز دیگه وسیله نه آوردن. اگر چندی وسیله آوردن در شریعت درست است. آدم نمازی بسیار داشته باشد، روزه‌ای بسیار داشته باشد، ذکر و تلاوت قرآن بسیار داشته باشد، خیر احسان و خوبی و خدمت خلق خدا داشته باشد، همون را تذکر بچه برای دعاش قریب به اجابت به عرش رساندن دعا کنه قبول است. لکن پیغمبران را بینه که خالصانه خدایا یگان وجه نه، یعنی فکر عبادت، تکیه بر عبادت، تکیه بر چیزی نکرده. حیینا ربنا بالسلامی و ادخلنا دار السلام، و داخل کن مایان را چه؟ دار السلام را. دار السلام بهشت. خدا دار السلامش گفتن در قرآن، در بیشتر کتاب‌های مقدس آسمانی دار السلام گفته، بشارت دادن امتها را، خدمت آنها را اجر کردن، پاداش کردن، مزد دادن، محنت دادن، شادیانه دادن، حیدوانه دادن پیشکی که و ادخلنا دار السلام، داری سلامتی، داری که غم نیست، غصه نیست، محنت نیست، علت نیست، خواب و خیال و شکنجه و محنت، یگان فکر و یگان عقیده باطله و فاسقه و فاسده و غضب و شکنجه و محنت، حسد و رشک و بدبینی و برادر حتی خدای نشان ندهد پدر فرزنده برای مال بسیار داشتن شاید بدبینه، حسد کنه که یک من بسیار داره. این چی جای برادر، خواهر، اکا و دادر؟ یک کاری حافظی کل قرآن 5 ساله 7 ساله کودک میپرسن که تو در باب برادرها چی میگویی؟ آیت حضرت یوسف میخونه، علم قرآن ده. یعنی و پیغمبر زاده بودن، با برادرشون چنین کردن علیهم السلام. و با یک روایت در تفسیر نصفی آورده است که 11 برادر حضرت یوسف نبوت و رسالت یا پیغمبری یافتند، درجه پیغمبری داشتن آنها بعد حضرت یوسف علیه السلام، با وجود خطا، با وجود که سلامتی که از جانب خداست، همون سلامتی را نرسیدن. 40 سال یا 80 سال توفیق توبه کردن رو نرسیدن. حضرت یعقوب بیشتر برای همین گریزاره کرد خدا را که فرزندام خدایا هلاک میشوند، فرزندام برباد میشوند، توفیق طاعتشان بتی، توفیق توبهشان بتی، توفیق توبه یافتن خیلی و ادخلنا دار السلام، داخل کن ما را دار السلام را، بهشت جاودان را، جایی که وعده دادی خدا به علم قضا و قدر حکمتت همه کمبودی ها و نقصان ها و همه ناراحتی ها را رد کردی و دور کردی. تبارکت، مبارک هستی، تبارکت ربنا، تو بسیار مبارک هستی، خدای پربرکات هستی. خداوند حضرت عیسی را گفت پربرکات، خداوند حضرات انبیا و مرسلین گفت پربرکات. حضرت عیسی را به زبانش گفت که بگو که من مبارک هستم، مبارک است روزی که تولد شدم، مبارک است که روز خداوند منم میمیرانه. نیکی نگفت کی میمیرانه. روز من به دنیا آمدم مبارک است، من مبارکم، و روز تولدم مبارکی، و روز سفر قیامتم مبارکی. هر کجایی که باشم من مبارک است، آنجا برکت داده شده. در سیما و صورت عیسوی حضرت خداوند حضرات انبیا و مرسلین را حاضر کرد که همه پیغمبران پر برکات بودند. تبارکت، صاحب مبارک تو هستی خدایا، مبارک و پربرکات تو هستی. تبارکت ربنا، پروردگار مایان تو بسیار مبارک هستی. خداوند خود مبارک است. این خداوند اینقدر عنایت کرد، اینقدر علم حکمت از عرش اعلی با واسطه جبرائیل امین و انبیا و مرسلین به ما و شما ارزانی داشته است. ولی شاید خیر و بسیار خسته و خجل میشیم. حضرت رسول الله حتی گفتن که وقتی مرد، انسان، بنده، مخلوق، امت از مجلس میخیزه باید که سلام بچه با بخیزه بروه. سلام اول و آخر فرقی ندارن گفته است. اوی در مجلس میدونه سلام میتیه، اوی از مجلس میخیزه، اینش از ویش فرقی ندارن در ثواب و اجر مقام. حتی در خیستن هم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یعنی ودای بنده مسلمان، ودای بنده مسلمان، با یکدیگر ودا کردن، با یکدیگر به خدا سپاریدن. تبارک ربنا و تعالیت، و بسیار عالی است خدایا. عقل، علم و دانش و فهم، درک ذات اقدسی تو و انوار مقدسات وجه کریمت را کردن نمیتونه. بسیار عالی هستی. همچنانه که از نام علی یکی از نامهای خداوند علی می باشد. تبارکت و تعالیت، بسیار عالی هستی، و تعاظمت، بسیار عظیم هستی. یا ذوالجلال و الاکرام، ای صاحب جلال و اکرام. حضرت خداوند جل جلاله با کمالات علم دین و با کمالات شریعت های پیغمبران علیه السلام، خصوصا با شریعت کامله
و شریعت غرای زیبای جود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تمام عالم هستی را سرپرستی کرد، مهربانی کرد، نوازش کرد، رحمت کرد و فضیلت کرد و برکات کرد.